اگه فکر کردی مهمانداری فقط شغل رسیدن به خودته و هیچ آسیبی نداره، پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو همراه من باشی. چرا مهمانداری جز مشاغل سخت دنیاست؟ چون آسیبایی داره که هیچ شغلی نداره. اولیش ساییدگی و خشکی مفاصل، به خصوص زانوهاست که باید برای اون کلی ویتامین استفاده کنیم. بعدیش ریزش مو، موژه و سفیدی موهاست که من برای پیشگیری از سرم تقویتی موژه و ابرو آراکسین که یه محصول آلمانی هست و سرشار از زینک و ویتامینه به موژه و ابروهام روزی 2 بار میزنم و واقعا از این فاجعه جلوگیری میکنه. مشکلات گوارش هم به دلیل خوردن خوراکی‌های پر از مواد افزودنی و همچنین بیخوابی رو با منیزیم تا حدودی میتونیم اوکیش کنیم. خشکی پوست هم با خوردن کلاژن تا حدودی قابل حله. راستی بین مخاطبای مشترک پیج من آراکسین از محصولات آراکسین به قید قرعه بهتون هدیه داده میشه.